عروسی که ویدیوی استنتاق او از طرف خوشدامن بحث زیادی به پا کرد از خانه شوهرش رفته است. مدینه صدیق زاده میگوید کودک 4 ماه دارد و در منزل یکی از پیوندان جایگیر شد. میخواهم فرزندم رو در موت خوب کلان کنم. نمیخواهم فرزندم به مثل من عذاب و کلفت کشد. نمیخواهم عصبهایش خراب گردد. نقل کرد او. خانواده شوهر مدینه صدیق زاده در جماعت چورکوی اسفره زندگی میکنند. خبرنگار رادیوی آزادی به خانه اونو رفته و از مادر عائله درباره نوار و مناسبت با عروس خانواده پرسید. راضی نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند و موقع خود را بگویند. مدینه صدیق زاده میگوید نوار با اشتراک او و خوشدامنش پس از 1 ماه عائله داری و تقریبا سال پیش ثبت شده نو به اینترنت راه یافته است. وقتی گرسنه می شدم دسترخوان می ارستم. خوشدامنم می گفت که نان و اوقات نخور و زهر خور. از گپویشان ترسیدن نان را پنهانی گرفته خورده بودم، گفت او. این ساکن اسفره میگوید در 7 ماهگیش عائله اونها ازم پوشید. پدر و مادرش جدا زندگی میکنند. 1 مدت زیر پرستاری مادر بزرگ ماند و پس از فوت او به خانه مادرانده رفت. از آنجا به شفر برآمد. حالا در منزل عمه‌اش مسکون شده است. عبدالمناف نورمتوف عمک بچه مدینه صدیق زاده میگوید بعد از پنج شدن نوار چند نفر خواستند او را به پرستاری خود گیرند. او دختر تقایم است. در نزد ما کلان شده است. در قطار خواهرانم میشیند. خودمون پرستاری میکنیم. مسئولان کمیته کار با زنان در تاجیکستان 2 هفته پیش با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای برده نان عروس را استنطاق میکرد دیدند. در اعلامیه کمیته گفته شده است که سبب مناسبت خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. خوشدامن را تاوان بستند. بهاوالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره روز 31 ینور گفت ما پیشکی هیچ چیز گفتن نمیتوانیم. نتیجه چنین شده ایستاده است که عائله از نو برقرار می شود. ما کوشش میکنیم آنها در یک کلبه زندگی به سر برند. مدینه صدیق زاده میخواهد در یگان جا کار کند و مستقلانه زندگی را پیش برد. در تاجیکستان زندگی یک جایه عروس با خوشدامن در چند سال اول عائله داری مثل قانون نونوشته است. همزمان خانواده های جوان به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدان برتری میدهند.